درود بر شما همراهان عزیز. به کتابچه صوتی خوش آمدید. 21 روش عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر. قورباغه‌ات را قورت بده. نویسنده برایان تریسی. گوینده فاطمه مرزبان. فصل 10. استعدادهای منحصر به فردتان را پرورش دهید. کارتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه، بلکه اندکی افزونتر و از روی بخشندگی. همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزشمند است. شما منحصر به فردید. شما دارای استعدادها و توانایی‌های خاص هستید که شما را از هر کس دیگری متمایز می‌کند. قورباغه‌هایی وجود دارد که می‌توانید بخورید یا خوردنشان را یاد بگیرید و می‌تواند شما را به یکی از مهمترین افراد نسلتان تبدیل کند. کارهایی به خصوصی وجود دارد که شما می توانید انجام دهید یا می توانید انجام دادنشان را یاد بگیرید. این کارها شما را نزد خودتان و سایرین به فردی فوق‌العاده ارزشمند تبدیل می کند. کار شما این است که حوزه‌های منحصر به فرد بودن را تشخیص دهید و سپس خودتان را به عالی شدن در آن حوزه‌ها متعهد کنید. با ارزشترین دارایی از لحاظ اقتصادی و گردش پول توانایی یادگیری شماست. توانایی کار کردن شما را قادر می‌سازد سالانه ده‌ها هزار دلار را فقط با بکارگیری دانش و مهارت‌های موجود در جهان اطرافتان به آسانی به زندگی خود سرازیر کنید. این توانایی یعنی خوردن قورباغه‌ای به خصوص که شما سریعتر و بهتر از بقیه می‌خورید. ممکن است شما همه چیزتان از جمله خانه، ماشین، شغل و حساب بانکیتان را از دست بدهید، اما تا زمانی که قدرت یادگیری را دارید قادر خواهید بود همه آنها و حتی چیزهای بیشتری را به دست آورید. پیوسته توانایی‌های بی‌نظیرتان را مورد ارزیابی قرار دهید. چه کار به خصوصی است که شما آن را به بهترین نحو انجام می‌دهید؟ چه کاری است که به آسانی و به خوبی انجام می دهید در حالی که انجامش برای دیگران دشوار است؟ نگاهی دوباره به شغلتان بیاندازید و چه چیزی بیشتر این موفقیت را برای شما در زندگی و شغلتان تا به امروز به بار آورده است؟ مهمترین قورباغه هایی که در گذشته خورده اید کدام ها بودند؟ شما طوری طراحی شده اید که بیشترین لذت را از کاری میبرید که در انجام دادن آن بهترین هستید. چه چیزی در شغل شما بیشترین لذت را برایتان ایجاد می کند؟ از خوردن کدام نوع قورباغه بیشتر لذت می برید؟ این حقیقت که شما را از برخی کارها لذت می برید نشان می دهد احتمالاً استعداد زیادی دارید تا در آن کار بهترین باشید. یکی از بزرگترین وظایف شما در زندگی این است که انتخاب کنید واقعاً به انجام چه کاری علاقه‌مندید و سپس با تمام وجود مشغول آن کار شوید تا آن را بسیار بسیار خوب به انجام برسانید. به کارهای مختلفی که می کنید نگاه کنید. کدام کار است که بیشترین رضایتمندی را برایتان ایجاد می کند و دیگران تحسینتان می کنند؟ چه کاری است که بیش از هر کار دیگری با انجام آن بر کار و عملکرد افراد دیگر تأثیر مثبتی ایجاد می کند؟ افراد موفق الزاماً کسانی هستند که زمانی که برای تشخیص کاری که خوب انجام می دهند و برایشان لذت بخش است اختصاص دادند. آنها می دانند کدام کار حقیقتاً تحولی در کارشان ایجاد می کند. همواره باید بیشترین انرژی و تواناییتان را برای شروع و اتمام وظایف اصلی به کار ببرید. وظایفی که به کمک استعدادها و توانایی‌های منحصر به فردتان آنها را بسیار خوب انجام می‌دهید و نقش مهمی در کارتان ایفا می‌کند. شما نمی‌توانید همه کارها را انجام دهید، اما می‌توانید همان چند کاری را انجام دهید که در آن بهترین هستید. چند کاری که می‌تواند منشأ تحولی واقعی باشد. قورباغه را قورت بده. به طور منظم از خودتان این سوال اساسی را بپرسید: من واقعاً در چه کاری توانمند هستم؟ از چه بخشی از کارم بیشتر لذت میبرم؟
مهمترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است؟ اگر تنها بخواهم یک کار انجام بدهم، آن یک کار کدام است؟ اگر با برنده شدن یک بلیط بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول وارد زندگیتان شود و بتوانید هر کاری را که دوست دارید انتخاب کنید، چه کاری را انتخاب خواهید کرد؟ چه نوع آمادگی هایی نیاز دارید تا مشغول آن کار شده و قادر باشید آن را به بهترین نحو انجام دهید؟ جوابتان هر چه که هست از همین امروز شروع کنید.